دوستان عزیز درود. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون هر وقت از اساسی ترین ها میگوییم نفر نوبتی پسندیدل همگان و سرچشمه اساسی رقابت میان ریال و بارسلونای دستان در باواریا این لروی سانه است که هرچند از منه شپلاق هم خورده باشد این در بازار ارزشش را کم نمی کند. بازیگری کناری باواریا با انجام موسم جاری می تواند به لالیگا رود. شرطنامه‌اش باشد با میونخیا تا سال 25 مهلت داشته تا بیستون سال آینده سنه 27 ساله در مورد آیندهش سخت و فکر فرو خواهد رفت. سابق بازیگر سیتی سنه در سطح سابق دسته پپ از سال 2020 برآمد داشته این موسم ملکه در 6 بازی 5 گل زده است و اگر با چنین آمارها به ریال یا بارسلونا رود دیگر تیم‌های انگلیسی بهترش با اسپانی‌ها برخورد هم نکنند. تیم قطری الدوحیل باشد بعد مساوی در دوشنبه با استقلال و باخت در میدان خودی از پرسپولیس فورسا اخیراً به خلاصه آمد که با سرمربیشان ارناند کرسپو همکاری را قطع نمایند و با همین کار خرس تمام شد. بر عوض کرسپو ارژنتینی باشد مدعی اساسی کریستوف گالتیه است که در فرصت‌های نزدیک میتواند قهرمان فعلی قطر را برای مربیگی قبول کند. چطوری ژورنالیست فابریسیو رومانو خبر می‌دهد الدوحیل تمامی گفت و شنیدها با متخصصی 57 ساله را به اتمام رسانیده او جایگزین کرسپو خواهد بود. نفری که بعد یک پیروزی در 5 بازی اخیر از وظیفه سبکدوش گردید. گالتیه با پسژ از تابستان سال 22 تا تابستان امسال کار کرده همچنین میتوانست در ناپولی و مارسیل هم مربی شود ولی به قطر میرود و با همین بهانه از جنجال‌های سعودی دکابری هم به قضیه نجات پرستی کیلومترها پنهان می شود. منچستر یونایتد باشد بعد آنی که در لیگ چمپیون ها به مثال نداشتن موی در سر تنهاگ هیچ حال نگرفت اخیراً به خلاصه آمد که در و دروازه ها را باید که تعمیر کرد. اکنون توجه دیوان سرخ و دفاعگر مرکزی اورتون جرد برنتویت زیاد شده است. تیم منیکوانی فوتبال بازی 21 ساله جرد برنتویت را چون یکی از وریانت های پرقوت کنی خط مرکزی دفاع پنداشته علاقه در روزنه زمستانه ترانسفری پول ها می تواند از کارت ها بیرون شوند. علاوه بر این در روی خط کوتاه تیم تنخاک 2 نفری دیگر هم هستند. اینها آنتونیو سیلوا از بنفیکا و ژان کلر تادیبو از نیتسا. ولی بر زمین نسبت بازیگری اورتون منچستر سیتی هم چشم علا کرده است چیزی که می تواند منچستر یونایتد را از لقمه تیار در بازار محروم کند. بارسلونا هم دید که با خریداری‌ها طریق محبت و کورکورانه دیگر نمی شود از قرضداری‌ها خلاص نشده دیگر از پس ایزی پای ریال قدم میماند. نظام نوی وارد نموده دیرکتوری ورزشی دکو این خریداری نکردن بازیگران بالاتر از 30 ساله می باشد. با تکیه به پرینسیپ های ریال مادرید دکو بران است که باشگاه چنین بازیگران بزرگسال را در صورت ضروریت فروخته نمی تواند. بنا به اطلاع دیاریو اسپورت دیرکتوری نوی ورزشی بارسلونا دکو با استثنای اجاره‌های بدون حق خریداری دیگر به خریداری‌های بازیگران بالاتر از 30 ساله دست نمیزند. بر زمین قید کرده می شود که بارسلونا از امضاکنی شرطنامه با فوتبال بازان آزاد دست نمی کشد و نظام نو از ماه نوامبر قوه قانونی پیدا می کند. خلاص که بازیگر 30 ساله زیاد باشد پول از برایش دادن نمی شود ولی اگر بازیگری آزاد یا در شکل اجاره باشد 45 ساله هم باشد مرحمت به بارسا. برای دیوید بکهام باشد فرق ندارد که مودریچ چند ساله است برای اینتر میامی میلیون ساله هم باشد می شود. نیمه‌نگری خرواتی نیز نزدیک است که از دستش رود. پیشتر باشد سابق حمله‌ور و دیرکتور ورزشی ریال مادرید پردرک میاتوویچ گفته بود که خود لیونل مسی مودریچ را در تیم خویش دیدن می‌خواهد. با قول ژورنالیست آلمانی پلاتنبرگ اینتر نیز نسبت خرواتی 38 ساله مراق ظاهر کرده است ولی بکهام نیز خود خواستار آوردن مودریچ شده است. به نظرم اینجا گپ در آن است که در اینتر میامی چیزی را که مسی میخواهد بکهام نیز همان زمان مشتاق همان می شود ولی گپ در سر خود مودریچ است که بعد انجام موسم پیش پول بسیارتری رونالدو رفتن میخواهد یا که پاس‌های گلی بیشتر به مسی را انتخاب میکند.
فضای سرگرم و جنجال و بحث که این نوبت اولد ترافورد را فرا گرفته است، این به سرد گردیدن مناسبت‌ها میان تنخاگ و سانچو وابستگی دارد. اگر یک سال پیش وابسته به این قضیه رونالدوی پرعلم تیم منچستری را ترک نموده بود، این نوبت جیدون سانچو زمستان و بروسیای ترزیش رفتنی است. یادآور می‌شویم که سرآغاز ماه سپتامبر میان سانچو و سرمربی منچستر یونایتد اریک تنخاگ مناقشه سر زد. بازیگر در بازی دوری چهارم پرمیر لیگ انگلیا مقابل آرسنال به میدان نآمد و اریک تنخاگ فهماند که آمادگی انگلیسی 23 ساله او را در تمرین‌ها قانع نکرده است. سانچو باشد در جواب تنخاگ با اظهار ناعدالتی جانب خویش سبب‌ها را دیگر نامید و بعداً نوشته‌هایش را از صفحه توییتر تازه کرد. سنه 14 سپتامبر فوتبال باز از هیئت بیرون کرده شد. وابسته به این قضیه ژورنالیست اسکای اسپورتس فلاریان پلتنبرگ گفته است که سانچو آماده بازگشت به بروسیا در زمستان بوده. احتمالاً چنین گزارش ماه ینور عملی می شود. خلاص که در فوتبال حاضره وقتی از پیر کار فوتبالی با نام پپ دعای بد میگیری یا به گفت کمپیران قشلاق به برکت میشوی، در دوام کار روز خوشی نمیبینی. منظور البته سانچو است که در قیاس به فودن تا حال سرسان و سرگردان است. دسته سرگردان در جدول پرمیر لیگ انگلیا که چلسی نام دارد، زمستان باری دیگر سینه سپر میکند تا در بازار سرموشک بودنش را نشان دهد. با استفاده از مناسبت سرد میان آسیمخین و ناپولی، لندنی ها زمستان میخواهند نیگریوی را پیراهنی خویش پوشانند. به اطلاع گاردین کبودها نوبسته از داشتن نیکلاس جکسون 22 ساله نارسایی گلزن اساسی را احساس میکنند و هدف اساسی ترانسفری تیم باولی هم ویکتور اوسیمهن از ناپولی می باشد. همچنین در مورد اشتیاق چلسی نسبت آیون تونی از برنتفورد هم گفته میشد. نفری که وابسته به شرط بندی جزای مأموری را پشت سر می کند. اوسیمهن 24 ساله باشد، مؤلف 5 گل در 7 بازی موسم جاری سری آ می باشد، ولی اگر 70 گل هم در 5 بازی زده باشد در چلسی حاضره دلها گلزنی تندرست کنده و کرخت می شود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.